از بچه‌ها تو اینستاگرام نوشت که آیا ما ایرانی‌ها آدم‌های خوبی هستیم؟ آیا خیلی شکار بود از دست ایرانی‌ها و منم حق میدم بهش. این ویدیو امیدوارم که دیده بشه. چرا؟ چون به نظرم یکی از مهمترین ویدیوهایی که میشه در زمینه ایران و خارج و ایرانی و این چیزا گفت و تجربه‌های خودم رو میگم و اینکه چرا از دید من ایرانی‌ها خیلی آدم‌های بدی هستن. من یه سری اتفاقات تلخی دیدم. اولش از دانشجوها شروع میکنم. من میتونم بگم که بالای 10 تا آفر پی اچ دی دیدم که دانشجوها ایرانی اپلای کردن. پرونده از طریق استاد فرستاده شده به دانشجو ایرانی بوده. از دانشجو در مورد دانشجویی که از ایران اپلای کرده سوال پرسیدن و این دانشجو ایرانی ها رو حالا دیکلاین کرده یا ریجکت کرده. این اتفاق خیلی اتفاق عجیب و تلخ و بدیه. فکر نمی کنم هیچ ملیتی به جز ما بتونه این کار رو در حق هموطن خودش بکنه. این که ایران هم تو اون شرایطه یه شخصی که داره پی اچ دی اپلای میکنه امسال من به صورت اوریج بخوام بگم دور بر $800 $900 هزینه اپفی و اپلای و این داستان ها هزینه کرده. یعنی شاید این دانشجو 1 سال و نیم 2 سال کار کرده، هر چی درآمد داشته رو گذاشته واسه اپلای امسالش و اینجوری پرونده اومده رسیده دست یکی و از طریق دانشجو ریجکت شده. این خیلی تلخه. نکته اول، ما اگه دانشجوییم و قدرتی داریم تو آمریکا و اگه پوزیشنی داریم تو آمریکا، حس نکنیم که جا تنگه واسمون. تو آمریکاش هم این افراد حس میکنن که پوزیشن ها خیلی محدوده و پتانسیل رشد فقط واسه یه سری ها هست و اگر من به یه ایرانی دیگه فرصت بدم بیاد تو این لبی که من هستم کار بکنه، آینده خودم تباه میشه. این صرفا به خاطر نبودن اعتماد به نفس و ترسه و من نمیدونم چجوری بگم که مایندست این افراد عوض بشه که با اومدن یه نفر دیگه هیچ اتفاقی واسه شما نمیفته. شما قدرتت هم بیشتر میشه برعکس. و اگر من به جای 1 نفر ایرانی 2 نفر ایرانی یا 3 نفر ایرانی تو لبمون داشته باشم، فردا خیلی زورمون بیشتر میشه که از استاد به عنوان مثال حقوقمون کمه، میخوایم درخواست بدیم که استاد حقوقا رو زیاد کن. اگه به جای 1 نفر ایرانی ما 3 تا با هم ایمیل بزنیم به استاد، قطعا استاد راحت‌تر کنار میاد با درخواستمون. پس این نکته رو در نظر داشته باشید که با زیاد شدن ایرانی قدرت شما کم نمیشه، قدرت شما بیشتر میشه و پوزیشن هایی که شاید در آینده هم بتونید به دست بیارید بهتر و بهتر میشه چون کانکشن هاتون داره بیشتر میشه. خب مورد دوم، میخوام برم بعد از گریجویشن، بعد اینکه پی اچ دی تموم شد و وارد جاب مارکت میخوایم بشیم. ما کمپانی خفن تو آمریکا زیاد داریم و آدم خفن ایرانی هم زیاد داریم، ولی پوزیشن هایی که توسط افراد خفن، افرادی که تو آمریکا هستن و پوزیشن های خیلی خوبی دارن تو اون کمپانی ها و ریفر میکنن ایرانی هایی که تازه دارن گریجویت میشن، به شدت کمه. و هرچند حتی اگه اون شخصی که داره اپلای میکنه واسه جاب رزومش هم خیلی خفن باشه، باز ما نمیبینیم که از طرف ایرانی هایی که تو کمپانی های خوب هستن ریفر بشه، حمایت بشه و این خیلی دوباره تلخه و من نمیدونم باز دلیلش چیه. شمایی که داری تو اپل کار میکنی، شمایی که داری تو گوگل کار میکنی، تو مایکروسافت کار میکنی، تو کمپانی های خیلی خفن کار میکنی، چرا ریفر نمیکنید؟ چرا حمایت نمیکنید از یه ایرانی که رزومش خوبه و میتونه پوزیشن خوبی به دست بیاره و به خاطر نداشتن کانکشن، ارتباطات قوی، این پوزیشن رو اون شخص نمیتونه بگیره؟ چرا این اتفاقا نمیفته؟ این هم دوباره یه داستان دیگه است. ما هندی ها، چینی ها، کره ها، ژاپنی ها، اروپایی ها رو اطلاع ندارم چون درصد جمعیتی شاید پایینی داشته باشن تو آمریکا، ولی من خیلی کره، چینی، ژاپنی، هندی میبینم که جاب هایی که میگیرن صرفا به خاطر اون نفوذشون، اون مافیا و لابیگری هایی که تو کمپانی ها دارن اتفاق میفته. شما گوگل رو بگیرید از سر تا تهش رو هندیا گرفتن. اینا تو یه سال اتفاق نمیفته. ما اگر ایرانی هایی که دارن تو آمریکا زندگی میکنن، ما از انقلاب حالا نگاه بکنید، همون سالی که انقلاب رخ داد یا 2-3 سال قبلترش خیلی ایرانی اومدن آمریکا و خیلی پوزیشن های خوب و خفنی گرفتن تو آمریکا. اگه از همون سال اینها شروع می‌کردن به حمایت کردن از افرادی که ایرانی هستن و به عنوان مهاجر وارد آمریکا شدن و بهشون حالا ریفر میدادن، کمک می‌کردن که پوزیشن های خوبی بگیرن، ما الان تو گوگل، اپل، مایکروسافت، فیسبوک، فایزر، مدرنا، جی جی، تو این کمپانی ها، کوالکام، تی آی، تو این کمپانی ها آدم های خفن کم نداشتیم که راحت بتونن واسمون پوزیشن بگیرن. من هری که دارم الان ریسرچ انجام میدم، نوع پروژه‌ای که دارم تو خود آمریکا میتونم بگم که تکه. نوع ریسرچی، نوع تکنولوژی که دارم دسترسی دارم بهشون استفاده میکنم، جزء خیلی خیلی تاپ ها به حساب میاد. آیا من بعد از گریجویشن، بعد اینکه پی اچ دی مو گرفتم، افرادی رو خواهم داشت، کمپانی هایی که خفنن و تو زمینه من کار میکنن که منو ریفر بکنم بتونم یه پوزیشن خیلی خفن بگیرم؟ به احتمال 99% خیر.
من واسه اینترنشیپ می‌خواستم اقدام بکنم، از کانکشن های هندی استفاده کردم، از کانکشن های ایرانی استفاده نکردم. چرا؟ چون ایرانی‌ها متاسفانه حسودن، متاسفانه حمایت نمی‌کنن، متاسفانه فکر می‌کنن که من اگه پاشم بیام فیسبوک، پاشم بیام فایزر یا مادرنا یا کوالکام، جاشو تنگ می‌کنم، باعث میشم که این شخص پوزیشنش رو از دست بده. ولی اگر شما این اتفاق رو میتونستید رقم بزنید، میتونستید حمایت بکنید از افرادی مثل من نوعی، حالا خودم دارم مثال میزنم، مثل من، اگه این اتفاق 20 سال پیش شروع شده بود، الان تو این کمپانی‌هایی که شمردم ما همه قسمت‌هاش نفوذ کرده بودیم و با داشتن یه رزومه متوسط حتی میتونستیم راحت یه جاب خیلی خفن رو واسه خودمون سکیور بکنیم، چیزی که داره واسه هندی‌ها الان خیلی راحت اتفاق میفته، واسه چینی‌ها خیلی راحت اتفاق میفته و با رزومه‌هایی من میتونم بگم 10 برابر پایین‌تر از ما، پوزیشن‌های 10 برابر خفن‌تر از ما میگیرن و تو رقابت‌ها میبازیم، به خاطر این که اصلا حمایت نمی‌کنیم.